سلام دوستان، خدا قوت. آرزوی خدمتتون که این رباتی که ساختیمش الحمدلله با اسم IA دیلی 1% ورزم بزرگتون که این تریدایی که باز کرده فعلا بایی زده و زده دیگه. تارگت مثلا روزانه خود تعیین به 1%، 0.5%، 3%، 2%، هر درصدی خواستید برای خود تعیین میکنه که تارگت که خورد اون روز رو تمام میکنه تا فرداش. همینجور که میبینیم که آدرس سایتمون و کانال تلگرام و ربات تلگرام اینجا هستش و میتونید ملاحظه بفرمایید. و این تریدایی که الان زده بازه و فعلا بای زده همینجوری که گفتم. و اینکه بای زده و این دوتا سیگنالی که زده بای زده رو میبینیم که این 49 دلار و 33 دلار مال این ربات هست. اوکی، مال این ربات هستش که منطقش به این صورتی که فعلا بایه. اما ربات دیگه ای که ساختیم اسمش IA کافه ترید آکادمی پرو EA هستش که این سیگنال هایی که زده و اومده، این سیگنال هایی که سری که زده الان این 5 این 6 دلار و اینا اومده چیکار کرده. اینا مال این رباته. اوکی، البته خب این اومده بعد ببینم چی کرده. الان 3 تا ترید رو زده، 4 تا ترید سل زده. بعد اینو چی کنم، ویراشش کنم ببینم داستانش از کجاست. اومده SL اینجا سل که زده، اینجا سل که زده، TP 4 تا تریدی که باز کرده، 1 2 3 4 تا ترید رو باز کرده، SL همه رو گذاشته سر جاش و هر کدوم گفته به TP های متفاوت از بازار خارج بشه. و این هم داشبوردش هستش، IA کافه ترید آکادمی پرو، لایف پرفورمنسش، حالا زده وین ریتش و اینجور چیزاش. تازه اینو امروز ران کردم که ببینیم چی کار میکنه. و این بر اساس اون هوش مصنوعی که ساختیم، منطقش بر اساس اونه، گفتیم بیام اتوماتش کنیم. و تمام این ربات تک تک تریدهاش استاپ داره، فیلتر خبری داره و خیلی آپشن های فوق العاده ای داره که نیم ساعت قبل و بعد خبر متوقف میشه و بعد خبر خودش روشن میشه. و اینکه اون ربات دیگه که اون هم به هر حال اون هم همینطور استاپ داره، این ربات هم استاپ داره. استاپ این مخفیه که کسی نمیبینه، مارکت نمیبینه. یه جوری استاپش نه بروکر میبینه نه مارکت میبینه. و یه جوری تعیین کردیم که وقتی شرایط بازار تغییر میکنه، دیگه توضیحاتش نمیشه چیز کرد، توضیحاتش رو داد. اینکه حالا تک تک ربات هایی که ما میسازیم بر اساس تجربه هستش و میبینیم که به این صورت تمام ربات هایی که میسازیم استاپ باید داشته باشه. رباتی که استاپ نداشته باشه باید ازش فرار کرد. باید منطق ریاضی درستی داشته باشه، منطق ریاضی فوق العاده ای داره. بر اساس الگوریتم بازار ترید هاش صورت میگیره. تمام تک تک ربات هایی که از سمت ما ساخته میشه این ویژگی ها رو داره که بر اساس تجربه 8 ساله اومدیم به اصطلاح اون اتوماتش کردیم. خب در خدمت دوستان هستیم، هر سوالی صحبتی بود در خدمت دوستان هستی. میتونید تلگرام پیام تشریف بدین پیام بدین. چی گفتم؟ بعد این ویدیوها رو داخل یوتیوب بارگذاری میکنم، اونجا میتونین ما رو دنبال کنین، سابسکرایب کنین، کامنت بذارین و انشالله کم کم سرمون خلوت‌تر بشه. سعی کنیم کارمون که اتومات ترکیب کردیم برای فروش اجاره ربات در خدمت دوستان هستیم. لایف ترید هم بذاریم انشالله از طریق خود یوتیوب
و برنامه‌های فوق‌العاده زیادی داریم. فوق‌العاده داریم، واقعا هیجان زدن برای این ربات‌ها، چون همشون بر اساس تجربه 8 ساله است و اینکه خیلی مواقع دیگه پروژه‌های فوق‌العاده عالی داریم که دوستانی که با ما همراه باشن قطعا از این چیز بی‌نصیب نخواهم بود. در خدمت دوستان هستیم. یا حق، خدا نگهدار.